آیا SCP ها وجود دارن؟ پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. SCP Foundation یا SCP یک سازمان خصوصی هستش که از موجودات فراتبیعی و ماوراءطبیعی مراقبت میکنه. اما تنها فرقی با منطقه 51 داره اینه که منطقه 51 روی موجودات آزمایش میکنه، اما SCP Foundation از موجودات مراقبت میکنه تا به مردم آسیبی نزنن. سازمان SCP به چند دسته تقسیم میشه: پژوهشگران، دانشمندان، کارکنان و نیروهای ویژه که میشه بخش اصلی ساختمون. اما موجودات این سازمان به چند دسته تقسیم میشن: موجودات بی خطر، موجودات کم خطر، موجودات پرخطر و موجوداتی که کلا از کار افتادن یا اینکه به مردم نه آسیبی میزنن نه کمکی میکنن. SCP-173 یک SCP فوق‌العاده خطرناک هستش و خصوصیتش اینطوریه که اون چشمی نداره و فقط از طریق راه رفتن و صدا میتونه حرکت کنه. یعنی اگه شما بهش نگاه کنید و پلک نزنید نمیتونه حرکت کنه، اما اگر پلک بزنید و صدای ایجاد کنید اون همون لحظه به شما حمله میکنه. دقیقا تو ویدیویی که ازش پخش شده ویدیو دوم مربوط به یک SCP هستش که در امنیت بالا ازش نگهداری میشه. نزدیک 4 متر قدشه و دهان بزرگی داره و با صدایی که از خودش تولید میکنه میتونه یک انسان رو کر کنه. این ویدیویی که از SCP ها گرفته شده نه تایید میشه نه رد میشه، هنوزه که هنوزه مثل یک پرونده باز هستش. خب دوستان، ویدیو ما به پایان رسید. امیدوارم ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما چنل منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید، لایک و کامنت فراموش نشه. منتظر ویدیوی بعدی من باشید.